صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن میروید. در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها دارم. بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد. خاصیت عشق کسی نیست. بیا زندگی را بدزدیم، آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم. بیا زودتر چیزها را ببینیم. ببین عقربک های فواره در صفحه ساعت حوض زمان را به گردی بدل می کنند. بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشیم. بیا ذوق کن در کف دست من جرم نورانی عشق را. مرا گرم کن. و یک بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد و باران تندی گرفت و سردم شد. آن وقت در پشت یک سنگ اجاق شقایق مرا گرم کرد. در این کوچه هایی که تاریک هستند من از حاصل ضرب تردید و کبریت می ترسم. من از سطح سیمانی قرن می ترسم. بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاک سیاهشان چراگاه جر ثقیل است. مرا باز کن مثل یک در به روی حبوط گلابی در این عصر معراج پولاد. مرا خاک کن زیر یک شاخه دور از شب اصطکاک فلزات. اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن مرا و من در طلوع گل یاسی از پشت انگشت های تو بیدار خواهم شد. و آن وقت حکایت کن از بمب هایی که من خواب بودم و افتاد. حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تر شد. بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند در آن گیروداری که چرخ زره پوش از روی رویای کودک گذر داشت. قناری نخ زرد آواز خود را به پای چه سایشی بست. بگو در بنادر چه اجناس معصومی از راه وارد شد. چه علمی به موسیقی مثبت بوی باروت پی برد. چه ادراکی از طعم مجهول نان در مذاق رسالت برآورد. آن وقت من مثل ایمانی از تابش استواگر را در سرآغاز یک باغ خواهم نشاند.